سلام علیکم دوستای عزیز، امید که جور و صحتمند باشید. به یکی از ویدیوهای آموزشی کانال تیک فیکس به زبه خوش آمدید. دوستای عزیز، در این ویدیو ما برای شما راهنمایی میکنیم که چطور برای خود جیمیل اکانت بسازید و یک ایمیل بازیابی و یک شماره بازیابی به جیمیلتان اضافه بکنید. خب میریم سراغ آموزش. دوستای عزیز، برای اینکه برای خود جیمیل بسازید میرین داخل تنظیمات یا همون سیتینگ گوشیتان. بله، میرین بالای حساب ها و پشتیبان کلید بکنین، مدیریت حساب ها، بالای افزودن حساب، بالای گوگل کلید بکنین و اینجا یک رمز سر صفحه یا فینگر بکنین دوستا. اینجا بالای ایجاد حساب کلید بکنین که میخواییم یک جیمیل جدید بسازیم. برای استفاده شخصی من اینجا نامتان و پایین نام خانوادگیتان وارد بکنین. علی جان. بالای بعدی کلید بکنین. اینجا تاریخ تولدتان وارد بکنین دوستا. و در اینجا هم جنسیتتان مشخص بکنین و بالای بعدی کلید بکنین. خب اینجا یک آدرس، ایمیل آدرس اضافه بکنین. بالای ایمیلتان اضافه کردین، بالای بعدی کلید بکنین دوستا. و اینجا رمز وارد بکنین. رمزی رم که وارد میکنین دوستا باید به شمول حروف کوچک انگلیسی و حروف بزرگ انگلیسی با اعداد باشد. بعدی که رمزتان وارد کردین دوستا، خب اینجا شرایط گوگل است. پایین میاین باید با این موافقت بکنین و بالای موافقه هم کلیک بکنین. خب دوستای عزیز، جیمیل شما ساخته شد. برین بالای پلی استور و بالای پروفایلتان کلیک بکنین. از اینجا اون ایمیلی که میخواین بهش شماره تلفن بازیابی و خب ایمیل بازیابی و شماره تلفن بازیابی اضافه بکنین. همون ایمیل آدرستان انتخاب بکنین. انتخاب کردین، بالای پروفایلتان کلیک بکنین. بالای مدیریت حساب گوگل کلیک بکنین و در اینجا دوستای عزیز میرین بالای امنیت. بالای امنیت کلیک بکنین، میاین پایین. در قسمت پایین اینجا هست شماره تلفن بازیابی و افزودن ایمیل بازیابی. خب بالای شماره تلفن بازیابی کلیک بکنین دوستای عزیز. بله، اینجا رمز سر صفحه گوشیتان و یا فینگر بکنین که هویت شما تایید شود. بالای افزودن شماره تلفن بازیابی کلیک بکنین و از اینجا کد کشورتان به هر کشوری که هستین یا هر شماره ای را که میخواین اضافه بکنین، کدی همون شماره را انتخاب بکنین و بالای شماره تلفن، خب اینجا شماره تلفن اضافه بکنین. شماره تلفن که ایجاد کردین بالای بعدی کلیک بکنین و اینجا دو گزینه است که یکی پیام نوشتاری است که همون کد است که به شماره تلفن شما میآید و میخواهم از راستی آزمایی رچم. بالای پیام نوشتاری کلیک بکنین و دریافت کد در قسمت پایین بالای دریافت کد کلیک بکنین که یک کد دوستای عزیز به شماره تلفن شما میآید و کد در اینجا اضافه بکنین و بالای به تایید رساندن کلیک بکنین و شماره تلفن شما به ایمیل شما اضافه میشه. اینجا پایین گفته شماره تلفن اضافه شد و تایید شده. خب شماره تلفن به ایمیلتان اضافه کردین. شماره تلفن بازیابی اگر خواستین ایمیل بازیابی هم اضافه بکنین، پایین شماره تلفن بازیابی ایمیل بازیابی است و بالای آن کلیک بکنین. خب اینجا گفته ایمیل وارد بکنین و بالای به تایید رساندن کلیک بکنین.
خب یک کد درست سنجی به ایمیلتان می آید. برین داخل جیمیلتان. خب دوستا و بالای به تایید رساندن کلید بکنید. بله ایمیل بازیابی تایید شد. این شماره تلفن و ایمیل بازیابی را به خاطر اضافه میکنین که یک زمانی اگر تلفن شما از تلفنتان از دست میتین و ایمیلتان با تلفنتان یک جا میره، بتانین از طریق این ایمیل بازیابی و یا از طریق شماره تلفن بازیابی که اضافه کرده بودین بتانین ایمیلتان را دوباره به دست بیارین تا از اطلاعاتی که داخل ایمیلتان دارین حفاظت بکنین و اطلاعاتتان شما از دست شما نرود. دوستای عزیز، خب دوستای عزیز، ویدیو را اگر لایک نکردین ویدیو را لایک و چینل ما را سابسکرایب کنید. تشکر از حمایت شما. تا ویدیوی بعد، الله یار و نگهدار.